والدان و وکیل دفاع نابالغی که در قتل 2 نفر متهم می شود از نمایش با تکرار پسری 15 ساله‌شان در تلویزیون نگرانی کرده میگویند این گزارش او را در چشم مردم گناهکار معرفی کرده است. در گزارش وزارت کارهای داخلی که در تلویزیون دولتی تاجیکستان بار دوم است نمایش داده می شود، نورس 15 ساله نقل می کند که چطور با تبر 2 نفر را کشته به دریا پرتافته است. والدان ادعا دارند که این گزارش ساخته مقامات است و از آن نگرانند که وقتی هنوز دادگاه پسری 15 ساله آنها را جنایتکار اعتراف نکرده است، این گزارش احتمالیت بیگناهی او را زیر سوال میبرد. همین بچه مرا همچون جنایتکاری وزنین در تلویزیون چند بارش نشان میدیم. بچه مرا ترس دادگیم که میره با گردن میگیری. آخه من بچه‌م باوری ندارم، یا بچه ترسانچک بود. مرافعه دادگاهی نابالغ از ناحیه ورزاب که در کشتار 2 کارمند استراحتگاه نیلند در تابستان امسال گمانبر دانسته می شود، حالا در دادگاه ادامه دارد. والدان میگویند یگان درخواست آنها از جانب دادرس‌ها به نظر گرفته نمی شود و بازداشت و بازپرسی نابالغ خلاف قانون‌های تاجیکستان و کنونسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد صورت گرفته است. همین یکم روز اول به من پرسیدم، من ای دروازه بیرون کردم، درو برام پرسیدم ای ابد تا ساعت 2 شب. به مثال به پدر، به یگان معلم، به یگان مثال دکتری چینا پسیخولوگ، به پسیخولوگ. در اوچش گفته که اگر اوچه گرد زنم اگر میکشن نه، هم مرا میکشن هم شما را. مقامات ادعای شکنجه شدن نابالغ گمانبر را رد می کنند، اما در رابطه با اعتراض والدان از نشر به تکرار گزارش در تلویزیون وزارت امور داخلی گفت از نورس فقط گمانبر معرفی کردند. نه اصلا نگه چهرهش چی باشه اون شوندگیم چهره و این خواهد اثبات که نخواهد با بخشی با میپسیمید گفتی نه اگر والدین شهرت و اسلامی دین دو جوان کشته شده هم به گناهکار بودن نابالغ 15 ساله شبهه دارند و میگویند در پشت این جنایت افراد دیگری میستند که مقامات باید آنها را پیدا نمایند. گمانبر 15 ساله کشتار 2 نفر در ملاقات با پیوندان و هم در مرافعه‌های دادگاهی گفته است او گناه ندارد و تحت شکنجه و فشار کشتار را اعتراف کرده است. گودک هم گپا نقل کرد. گفت که خیلی من بردن زدن همو یکم روز تا همین سیزا آوردن فقط میزدن هر شب میزدن بردن وای اویده گوجه امشب بردن زدن تاب موندن گفت دست سوید موندن گفت بروک ما کشیدن گفتن که اگر به کالا نمیگیری تجاوز میکنیم. پیوندان نابالغ که از نمایش پسرشون در قضیه کشتار در شبکه‌های دولتی ناراضی‌اند، حالا تلاش دارند بیگناهی او را اثبات کنند و می‌خواهند پرونده پسرشون دوباره از جانب دادستانی تحقیق شود.